راز رابطه ها. میری دایموند، مشاوری فنگ شوی، معلم و سخنران. فنگ شوی به معنای باد و آب است، یک فلسفه و فن باستانی در چین است. راز به این معناست که ما آفرنده عالم هستی خود هستیم و هر آرزویی که می خواهیم آفریم در زندگیمون جلوگر می شود. بنابراین آرزوها، اندیشه ها و احساسات ما بسیار مهم هستند، زیرا جلوگر می شوند. ممکن است ندانیم که چی افکار در سر داریم، اما با نگاه به کارهایی که کرده ایم می توانیم متوجه شویم چی فکری در سر داشته ایم. وقتی می خواهید چیزی را به زندگی خود جذب کنید، دقت کنید که عملتان با خواستهتان ضدیت نداشته باشد. مایکل دولی، یکی از معلمانی که در فیلم راز ظاهر شد، در یکی از نوارهای آموزشیش به خوبی به این نکته اشاره کرده است. ماجرا درباره زنی است که می‌خواست همسری بیکم و کاسته پیدا کند. همین کارها را به درستی انجام داده بود. می‌دانست که می‌خواهد همسرش چه شکل و شمایلی داشته باشد. فهرستی مفصلی از خصوصیت‌های او تهیه کرده بود، اما به عکس همین آنها هیچ نشانه‌ای از او پیدا نمی‌کرد. تا اینکه روزی وقتی اتومبیلش را در توقفگاه خانه‌اش می‌گذاشت، متوجه شد که عمل‌ها و رفتارش با آرزویش همخوانی ندارد. متوجه شد که اتومبیلش را در بین توقفگاه گذاشته است. بنابراین جایی برای اینکه همسری بیکم و کاستش اتومبیل خود را گذارد وجود نداشت. از این رو فوراً توقفگاه خانه‌اش را مرتب کرد و اتومبیلش را در سمت گذاشت تا همسری دلخواهش اگر از راه رسید بتواند در سمت دیگری گذارد. بعد وقتی به حجره‌اش رفت، متوجه شد که شیفنیر لباسش به قدر پر از لباس است که جایی برای اینکه همسری آینده‌اش لباسهای خود را در آن آویزان کند وجود ندارد. بنابراین تصمیم گرفت برخی از لباسهایش را از شیفنیر برآورد تا جای باز شود. این زن این ماجرا را برای مایکل دولی حکایه کرد و شرح داد که اندک بعد مرد دلخواهش را پیدا کرد. مثال دیگری که میتوانم به آن اشاره کنم حکایت خواهرم گیلاندا است. او مدیر استحصال فیلم راز بود. در استرالیا زندگی و کار میکرد. میخواست به امریکا بیاید و در اداره من کار کند. گیلاندا راز را خوب میشناخت، بنابراین همه اقدامات لازم را برای این کوچیدن انجام داده بود، اما ماها گذشت او همچنان در استرالیا بود. گیلاندا وقتی به کردار و رفتارش دقت کرد، دید آنطور که لازم بوده وانمود نکرده است. از این رو دست به اقدامهای جدی و قدرتمند زد. برای سفرش همه کارهای لازم را کرد. عضویت خود در نهادهای مختلف را بیکار کرد و چمدانهایش را برون کشید و انجامش را دستبندی کرد. 4 هفته بعد گیلاندا در امریکا در دفتر ما کار میکرد. با آنچه طلب کرده اید فکر کنید و باور کنید که کردار و رفتارتان با آنچه انتظار دارید هماهنگی دارد. طوری رفتار کنید که گویا به خواسته هایتان رسیده اید. شرایط را برای برآورده ساختن خواسته هایتان فراهم سازید. این گونه می توانید به خواسته های خود برسید. به خودتان توجه داشته باشید. لیزا نیکولز. در رابطه ها مهم این است که شخص چگونه وارد رابطه می شود. قبل از اینکه به دیگری بیاندیشید، ابتدا درک درست از خود به دست آورید. جیمز رای. اگر خودتان از صحبت‌های خود لذت نبرید، چگونه می‌توانید انتظار داشته باشید که دیگران از صحبت‌های شما لذت می‌برند؟ قانون جذب یا راز می‌خواهد این را در شما ایجاد کند. باید موضوع برایتان به طور 100% روشن شود. سؤال من از شما این است: آنطور که انتظار دارید دیگران با شما رفتار کنند، خودتان با خودتان رفتار می‌کنید؟ وقتی با خودتان آنطور که می‌خواهید دیگران با شما رفتار کنند، رفتار نمی‌کنید، هرگز نمی‌توانید وضع را تغییر دهید. عمل‌های شما اندیشه‌های قدرتمند شما هستند. از این رو اگر با خودتان با مهر و عشق رفتار نکنید، به کائنات علامت می‌دهید که به اندازه کافی مهم نیستید، به اندازه کافی ارزشمند نیستید و یا شایستگی‌های لازم را ندارید. این علامت‌ها خبر می‌رسانند در نتیجه دیگران به شما خوب برخورد نمی کنند. توجه داشته باشید که مردم
نتیجه هستند و افکار شما سبب است. باید با خود با عشق و احترام حرف بزنید. بعد از آن قانون جذب تمام عالم هستی را تکان می‌دهد و زندگی شما پر از کسانی می‌شود که شما را دوست می‌دارند و به شما احترام می‌گذارند. بسیاری ها خودشان را فدای دیگران کرده اند. این اشخاص فکر می‌کنند اگر به خاطر دیگران فداکاری و از خود گذشتگی کنند کار درستی انجام دادند. این خطاست. وقتی در برابر دیگران از خود گذشتگی می‌کنید در واقع می‌گویید برای همه به اندازه کافی وجود ندارد. بنابراین من از حق خودم می‌گذرم تا دیگران به آنچه می‌خواهند دست پیدا کنند. توجه داشته باشید که قبل از دیگران باید به خودتان برسید. قبل از دیگران برای خود مسئول هستید. دکتر جان گری. شما راهی حل خودتان هستید. به دیگران اشاره نکنید و نگویید تو به من قرض داری و باید بیشتر بدهی. جای آن به خودتان بیشتر بدهید. وقتی بیشتری صرف خود کنید برای رسیدن به عشق خودتان را از عشق پر کنید تا تبدیل به آهن ربایی گردید. چارلز هایل. بسیاری ها آموختند که بعد از دیگران به خودمان برسیم. این گونه به احساس بی ارزش بودن و لیاقت داشتن میرسیم. در نتیجه حادثه ها و چیزهایی را به خود جلب میکنیم که اثبات کند که ما بی ارزش هستیم. باید این طرز فکر را تغییر دهیم. تا زمانی که به خودتان نرسید چیزی ندارد که به دیگران بدهید. بنابراین لازم است که اول به خودتان برسید. اول به خودتان شادی بدهید. هر کس مسئول احساس خوبی خود است. وقتی احساس شادی و نشاط میکنید حتی مجبور نیستید به دادن و از خود حصه گذاشتن فکر کنید. اینها خود به خود پیدا میشوند. لیزا نیکولز. من در بسیاری از رابطه هایم میخواستم در ستایش زیبایی های من حرف بزنند. دشواری کار این بود که من زیبایی های خود را نمیدیدم، اما بعد عاشق لیزا شدم. عاشق پاچتم شدم، عاشق لبهایم شدم، عاشق موهای مرغوله و سیاهم شدم. این گونه بود که احساس کردم دیگران مرا دوست می‌دارند. سبب این که باید خودتان را دوست داشته باشید این است که اگر دوست نداشته باشید نمی‌توانید احساس خوب پیدا کنید. وقتی نسبت به خود احساسی بدی داشته باشید راهی وارد شدن عشق و مهر عالمی هستی را به خود می‌بندید. وقتی احساس خوب نسبت به خود ندارید خرسندی و سرزندگی را از خود بیرون می‌کشید. زیرا همین آنچه خوب است از جمله سلامتی، ثروت و عشق در طول موج خرسندی و احساس خوب قرار دارد. احساس داشتن انرژی نامحدود و احساس حیرت انگیزی سلامتی و حال خوش همه در طول موج احساس خوب هستند. وقتی درباره خود احساس خوبی ندارید کسانی را به خود جلب میکنید که احساسی بدی درباره خودتان میدهند. باید محور توجه خود را تغییر دهید و به همه چیزهای بیاندیشید که به نظرتان افتخارانگیزند. به جنبه‌های مثبت زندگی خود فکر کنید. وقتی روی اینها متمرکز می‌شوید، قانون جذب چیزهای بهتری را به شما نشان می‌دهد. به هر چی فکر کنید، همان را به خودتان جذب می‌کنید. به جنبه‌های خوب و مثبت خود نگاه کنید. دنبال آنها بگردید و پیدایشان کنید. باب پروکتور. در شما چیزی جالبی وجود دارد. من 44 سال است که خودم را تحقیق میکنم. گاه دلم میخواهد خودم را ببوسم، زیرا باید خودتان را دوست داشته باشید. مقصدم این است که برای خودتان احترام سالم قائل باشید. وقتی خودتان را دوست بدارید دیگران را هم دوست خواهد داشت. مارسی شیموف. ما در رابطه هامان عادت داریم که از دیگران شکایت کنیم. مثلا همکاران من خیلی تنبل هستند، شوهرم مرا عصبانی میکند، بچه‌هایم خیلی بی‌سر هستند. همیشه موضوع بر سر دیگران است. اما برای آنکه رابطه ها تاثیر بخش شوند باید بدانیم که چه چیزهایی را در دیگران میپسندیم و ستایش میکنیم. کار به این نداشته باشیم که دیگران چی مشکلی دارند. حتی اگر در رابطه های خود با مشکلی های جدی روبرو هستید بازم میتوانید این مشکلی را برطرف کنید. ورق کاغذ بردارید و به مدت 30 روز همه جنبه های مثبت شخص مورد نظرتان را بنویسید. به این فکر کنید که چه چیزهای را در او میپسندید. از رفتاری خوش برخوردار است؟
حمایتگر است. هر قدر بیشتر به جنبه‌های مثبت او توجه کنید، بیشتر از این جنبه‌های مثبت نسبت خواهد برد. لیزا نیکولز. اکثر وقت به دیگران امکان می‌دهید که خوشبختی شما را آفرند و آنان بسیار وقت از عهده این کار نمی‌برایند. چرا؟ زیرا تنها یک نفر می‌تواند مسئول شادی و خوشبختی شما باشد و این شخص کسی جز خود شما نیست. بنابراین حتی والدین، فرزند و همسر شما نمی‌توانند خوشبختی شما را فراهم کنند. آنها فقط می‌توانند در خوشبختی شما سهم گذارند. هر آنچه از آن لذت می‌برید در طول موج عشق قرار دارد و آن بزرگترین و قدرتمندترین طول موج هاست. نمی‌توانید عشق را در دست خود نگه دارید. تنها می‌توانید آن را در دلتان احساس کنید. این یک حالتی وجود است. می‌توانید نشانه‌های عشق را که از سوی اشخاص اظهار می‌شود ببینید. اما عشق یک احساس است و شما یگانه کسی هستید که می‌توانید این احساس را از خود خارج کنید. توانایی شما در آفریدن احساس عشق نامحدود است و وقتی عاشق هستید در هماهنگی کامل با عالم هستی به سر می‌برید. هر کس را که می‌توانید دوست بدارید، هر چیزی را که می‌توانید دوست بدارید، تنها به آنچه دوست دارید دقت کنید. عشق را احساس کنید. می‌توانید آن شادی و عشقی را که چند برابر به جانب خودتان برمیگردد دریافت و تجربه کنید. عالم هستی برایتان چیزهای بیشتری می‌فرستد تا آنها را هم دوست بدارید. خلاصه راز: وقتی می‌خواهید رابطه را جذب کنید، دقت کنید که اندیشه‌ها، کلمه‌ها، عمل‌ها و محیط اطرافتان با خواسته‌هایتان ضد نباشند. کار شما این است که به خودتان برسید. تا زمانی که خودتان را پر رو سرشار نکنید، نمی‌توانید دیگران را سرشار کنید. نسبت به خود با مهر و احترام رفتار کنید تا دیگران هم به شما احترام بگذارند. روی خصوصیت‌هایی که در خودتان می‌پسندید دقیق شوید تا قانون جذب به شما چیزهای بیشتری درباره خودتان نشان دهد. برای اینکه رابطه درست پیش برود، به چیزهایی که در دیگران دوست می‌دارید دقیق شوید. به شکایت‌ها، گیله‌هایتان کاری نداشته باشید. وقتی که روی نقطه‌های قوت دقیق می‌شوید، آنها را بیشتر دریافت می‌کنید. راز سلامتی. دکتر جان هانکلین، متخصص فیزیک کوانتی و متخصص بهداشت عمومی. بدن ما محصول اندیشه های ماست. اکنون فهمیده ایستادیم که اندیشه و احساس و وضعیت جسمانی ما تأثیری فراوان می‌گذارد. دکتر جان دماراتین: ما با قدرت شفابخش دارونماها آشنایی فراوانی داریم. اینها داروهای دروغینی هستند که هیچ تأثیر بر بدن ندارد و بیمار میگوید که این داروی تأثیر بخش است و در واقع دارونما بعضاً به همان اندازه تأثیر میبخشد و شفا میدهد. گاه شفا بخشی دارونما حتی از داروی واقعی بیشتر است. دانشمندان به نتیجه رسیدند که ذهن انسان در هنر شفا بخشی از هر عالم دیگری قدرتمندتر و در بعضی حالتها تأثیر بخش حتی از دارو بیشتر است. وقتی از قدرت و اهمیت راز آگاه میشوید، با تأثیر آن به بعضی از مشکل‌های انسانی از جمله سلامتی پی میبرد. تأثیر دارونما پدیده‌ای بسیار قدرتمند است. بیماران وقتی واقعاً به این نتیجه میرسند که دارونما خاصیتی درمانی دارد، آن را میپذیرند و به آن ایمان میآورند و در نتیجه تحت تأثیر آن شفا می‌یابند. دکتر جان دماراتین: کسی که بیمار باشد و بیماریش بحرانی و شدید باشد، شاید لازم باشد دارو مصرف کند. وقتی که سخن درباره توانایی شفا بخش مغز می رود، اگر با بیماری نو روبرو شدید، از استفاده دارو خودداری نورزید. توجه داشته باشید که هر چیز جای خودش را دارد. شفا از راه ذهن را باید با شفا از راه دارو هماهنگ نمود. اگر بیماری با درد همراه باشد، دارو می تواند به تسکین درد کمک کند. با تسکین درد، بیمار در موقعیتی قرار می گیرد که بتواند بیشتر به سلامتی خود فکر کند. لیزا نیکولز: عالم هستی شاهکار دارایی و فراوانی است. وقتی وجودتان را برای احساسی فراوانی عالم هستی می‌گشایید، شادی، سعادت و همه چیزهای بزرگ را که عالم هستی برای شما دارد تجربه می‌کنید که همچون نمونه می‌توان به سلامتی، ثروت زیاد و طبیعت سرشار اشاره کرد. اما وقتی دریچه‌های وجودتان را تحت تاثیر افکار منفی می‌بندید، ناراحتی را احساس می‌کنید، درد را احساس می‌کنید،
احساس میکنید که پشت سر گذاشتن هر روز دردناکتر میشود. دکتر بن جانسون، پزشک، نویسنده و رهبر انرژی شفابخش. ما با هزاران بیماری روبرو هستیم. اینها پیوندهای ضعیف هستند. اینها همه نتیجه یک چیز هستند: ناآرامی. اگر زنجیره را بیش از اندازه تحت فشار بگذارد، سرانجام یکی از حلقه هایش پاره می شود. همین ناآرامی ها از یک اندیشه منفی شروع می شوند. یک اندیشه که به آن توجه شده است. بعد اندیشه های نو از راه می رسند تا ناآرامی صورتی واقع پیدا کند. اما سبب همان اندیشه منفی بوده است. همه چیز با یک اندیشه منفی شروع می شود. اما شما می توانید این نتیجه را تغییر دهید. کافی است اندیشه کوچکی مثبتی را جای آن بگذارید و بعد به اندیشه مثبت بعدی بروید. دکتر جان دماراتین. بدن ما تولید بیماری می کند تا به ما خبر بدهد، به ما بگوید که چشماندازی نامناسب داریم یا به اندازه کافی مهر نمی ورزیم و سپاسگزار نیستیم. بنابراین نشانه ها و بیماری های جسمانی چیزی وحشتناک نیستند. دکتر دماراتین به ما می گوید عشق و حق شناسی همه جنبه های منفی زندگی ما را در خود حل می کند. عشق و سپاسگزاری می تواند دریاها را بشکافد، کوهها را حرکت دهد و معجزه خلق نماید. عشق و حق شناسی و سپاسگزاری می تواند هر بیماری را از میان بردارد. مایکل برنارد بکبیت. سوالی که بسیار وقت به میان گذاشته می شود این است: می توان با درست اندیشی هر بیماری و مشکل را از میان برداشت؟ و جواب این است که بله، 100%. خنده بهترین داروی شفا بخش است. کیوتی گودمن. یک حکایت شخصی. پزشکان تشخیص دادند که سرطان سینه دارم. من با تمام وجود بر این باور بودم که پیشکی درمان شده ام. همه روز می گفتم شکر می کنم که شفا پیدا کردم. در وجودم احساس می کردم که درمان پیدا کردم. احساس می کردم که سرطان جای در بدن من ندارد. از جمله کارهایی که می کردم این بود که پیوسته فیلم های مضحکاوی و خنده آور می دیدم. می خواستم بخندم و باز هم بخندم. نمی توانستم ناآرامیم را به زندگی هم راه دهم، زیرا می دانستم ناآرامی آخرین چیز است که وقتی می خواهید خودتان را شفا بخشید به آن احتیاج دارید. از زمانی که بیماری سرطان مرا تشخیص دادم تا وقتی که درمان پیدا کردم حدودی 3 ماه طول کشید. در این مدت نیازی به کیمیا درمانی پیدا نکردم. حکایت زیبای الهام بخش کیوتی گودمن نشان می‌دهد که 3 قدرت عالی در کار است: قدرت سپاسگزاری برای شفا، قدرت ایمان به دریافت کردن و قدرت خنده و نشاط در از بین بردن بیماری بدنهایمان. کیوتی بعد از شنیدن ماجرای نورمن کازین از خنده همچون بخشی از شفای خود استفاده کرد. نورمن به تشخیص پزشکان گرفتار بیماری درمان ناپذیری شده بود. پزشکا با او گفتند بیش از چند ماه دیگر زنده نخواهد ماند. نورمن تصمیم گرفت بیماریش را شخصا درمان کند. به مدت 3 ماه تنها کارش این شد که فیلم‌های خنده‌دار تماشا کند. پس از 3 ماه بیماری او را ترک کرد و پزشکان شفا یافتن او را معجزه حساب کردند. نورمن با خندیدن منفی‌ها را از وجودش پاک کرد و بیماریش را شفا بخشید. براستی که خنده بهترین داروست. دکتر بن جانسون. همه ما از برنامه درونزاد برخورداریم. اسم این برنامه خود درمان بخشی است. جراحت میبرداریم و جراحت درمان پیدا میکند. سرایت مییابد و دستگاه ایمونی بدنتان با باکتری برخورد میکند و بیماری شما درمان میبخشد. دستگاه ایمونی در خدمت درمان بخشیدن خویشتن است. باب پروکتور. در کسی که از سلامتی احساسی برخوردار است، بیماری نمیتواند رشد کند. بدن شما در هر لحظه میلیون ها حجره را از دست می‌دهد و میلیون ها حجره نو تولید می‌کند. دکتر جان هالگین. در واقع بخشی از بدن ما همه روز جای دیگر می‌کنند. بعضی از جزها بدن ما چند ماه دوام می‌آورد، بعضی از اندام‌ها هم چند سال زنده می‌ماند. همین طور ما سری هر چند سال یک بار صاحب جسمی کاملا نو می‌شویم. اگر بدن ما در مدت چند سال به کلی عوض می‌شود، چگونه است که بیماری می‌تواند سالها در جسممان باقی بماند؟
تنها اندیشه است که میتواند بیماری را زنده نگه دارد. بیماری با دقتی که به آن میکنیم در بدن ما زنده باقی میماند. به کمال فکر کنید. به کمال فکر کنید. بیماری در بدنی که افکاری هماهنگ دارد باقی نمیماند. بدانید که تنها کمال وجود دارد. وقتی نظاره‌گری کمال می شود باید آن را جزء خود بداند. اندیشیدن به آنچه کامل نیست سبب همه بیماری هاست. سبب همه ارقا و همه ناخوشنودی هاست. وقتی افکار منفی در سر می پرورانیم خود را از میراثی که حقیقتا از آن ماست محروم میکنیم. تنها به کمال فکر کنید. تنها کمال را ببینید. خود را کامل بدانید. می توانید احساس کنید که باوری پیر شدن هر چی هست در ذهن ماست. علم نشان می دهد که ما در مدت کوتاه صاحب جسمی نو می شویم. پیر شدن اندیشه محدود کننده است. از این رو فکر پیر شدن را از سر خود بیرون کنید و بدانید که بدن شما بیش از چند ماه سن ندارد. مهم نیست که در ذهن خود چند سال روز تولد را پشت سر گذاشته اید. برای سال روز تولد بعدی خود به خودتان لطف بکنید. آن روز را اولین روز تولدتان در نظر بگیرید. روی میز جشن تولدتان شست جمع نگذارید مگر آنکه بخواهید سالخوردگی را برای خود به ارمغان بیاورید. می توانید به سلامتی عالی و بیکم و کاس فکر کنید. به جسم بیکم و کاس بیاندیشید. به وزن عالی و جوانی جاودانه فکر کنید. می توانید اینها را به وجود آورید. کافی است که همیشه به کمال فکر کنید. باب پروکتور: اگر گرفتار بیماری هستید و روی این بیماری دقیق می شوید و با مردم درباره آن حرف می زنید، برای خود حجره های بیماری بیشتری به همراه می آورید. خود را ببینید که در جسم عالی زندگی می کنید. رسیدگی به بیماری را در عهده پزشک بگذارید. یکی از کارهایی که اشخاص هنگام بیماری انجام می دهند این است که پیوسته درباره بیماریشان حرف می زنند. سببش این است که پیوسته به بیماری خود فکر می کنند و در نتیجه اندیشه های خود را به کمال تبدیل می کنند. اگر احساس می کنید حالتان چندان خوش نیست، درباره‌اش حرف نزنید مگر آنکه بخواهید بیماریتان بدتر شود. بدانید که اندیشه های شما مسئول بیماری شما بودند. هر چند بار که می توانید این جمله را تکرار کنید: من احساسی خوبی دارم، من احساسی عالی دارم، و به راستی این را احساس کنید. اگر احساسی عالی ندارید و کسی از شما میپرسد که چه احساسی دارید، خوشحال باشید که او شما را به اندیشیدن به حال خوب تشویق میکند. تنها درباره آنچه میخواهید حرف بزنید. تا زمانی که فکر نکنید که ممکن است به بیماری دچار شوید، بیمار نمیشوید. وقتی فکر کنید که ممکن است بیمار شوید، بیمار میشوید. وقتی به صحبت‌های کسی که درباره بیماریش حرف میزند گوش میکنید، از بیماری او استقبال مینماید و در این میان کمک به او نمیکنید، برعکس به بیماری او نیروی اضافه میکنید. اگر میخواهید به او کمک کرده باشید، موضوعی صحبت را عوض کنید. وقتی از او جدا میشوید، افکار و احساسات قدرتمند خود را به او بدهید و او را ببینید که حالش خوب شده است. لیزا نیکولز: فرض کنید 2 نفر را میشناسید که بیمار هستند. یکی از آنها تصمیم میگیرد شاد بودن را انتخاب کند و به امیدواری‌ها و به امکان‌های مثبت فکر کند. او دلیل می‌آورد که چرا باید شاد و خرسند باشد. بعد به آدم دومی میرسد. او نیز همان بیماری را دارد اما تصمیم میگیرد که به بیماری بیاندیشد. باب دوویل: اشخاص وقتی به این فکر میکنند که چه مشکل‌هایی دارند، وقتی به نشانه‌های بیماریشان میاندیشند، به این مشکل و بیماری جنبه ابدی میدهند. درمان زمان روی میدهد که آنها به جای بیماری درباره حال خوب فکر کنند، زیرا این قانون جذب است. اجازه دهید این گونه فکر کنیم که هر اندیشه ناخوشایند چیزی بد است که در بدن خود قرار میدهد. پرنتیس مالفورد. دکتر جان هولگین: اندیشه های شادمان وضعیتی بیوشیمیایی خوشایند را به وجود می آورند و تولید جسم سالمتر و شادتر می کنند. افکار منفی و ناآرامی و بدن تأثیر منفی بر جای می گذارد و عملکرد مغز را خراب می کند. زیرا اندیشه و احساسی ماست که پیوسته سازمان بندی نو پیدا می کند و بدن ما را از نو می آفرد. بدون توجه به این که نسبت به بدن خود چه باوری دارید، می توانید آن را تغییر دهید. تصمیم بگیرید که افکار شاد را به ذهن خود راه بدهید. تصمیم بگیرید که شاد باشید. شادی و سعادت یک احساس است. انگشت شما روی تکمه شادی و خوشبختی است. همین حالا این تکمه را فشار بدهید. انگشت خود را روی این نگه دارید
مهم نیست در اطراف شما چی می‌گذرد. دکتر بن جانسون: ناآرامی جسمی را از بدنتان بردارید تا بدنتان کاری را که برای آن پیش بینی شده است انجام دهید. بدن شما چنان طراحی شده است که خود را درمان ببخشد. مجبور نیستید برای خلاص شدن از بیماری بجنگید. همه این احساس و افکار منفی را از خود دور کنید. به سلامت اجازه می‌دهید در درون شما ظاهر شود. این گونه بدنتان درمان پیدا می‌کند. مایکل برنارد بکبیت: من دیدم که گرده ها صحت می شوند. دیدم که سرطان از بین می رود. دیدم که بینایی از نو ایجاد می شود. 3 سال بود که برای خواندن از عینک استفاده می کردم. زمانی بود که هنوز راز را کشف نکرده بودم. شب موضوع راز را در اثرهای گذشته بررسی می کردم. عینکم را برداشتم و روی چشمانم قرار دادم تا بدانم چی می خوانم. موضوع بسیار جالبی بود. من قبلا به این گپی مردم توجه کرده بودم که هر چی سنی بالاتر رود توان بینایی کاهش پیدا میکند. دیده بودم که اشخاص برای اینکه مطلبی را بخوانند سفر را دور از خود نگه می‌دارند. فکر کرده بودم که آهسته آهسته قدرت بینایی من کاهش پیدا میکند و این کم شدن بینایی را به سوی خود جذب کرده بودم. امیدی نداشتم، اما به هر صورت آن را انجام داده بودم. میدانستم که آنچه را تحت تأثیر اندیشه به خود راه دادم میتوانم تغییر دهم. بنابراین فوراً خودم را دیدم که مانند 21 سالگی هم میتوانم همه چیز را خوب ببینم. خودم را دیدم که در رستوران‌های تاریک، در هواپیما و روبروی کامپیوتر با آسانی میخوانم. بارها و بارها به خودم گفتم میتوانم به طور واضح ببینم، میتوانم به روشنی ببینم. از این که میتوانم ببینم احساس سپاس و حق شناسی کردم. در مدت 3 روز بینایی بهتری پیدا کردم. حالا دیگر برای خواندن عینک نمیزنم. میتوانم روشن ببینم. وقتی با دکتر بن جانسون، یکی از مؤلفان فیلم راز، در این خصوص صحبت کردم، گفت میدانی برای اینکه حادثه در مدت 3 روز برایت روی دهد چه اقدامی باید صورت گرفته باشد؟ گفتم نه. و خدا را شکر که نمیدانستم تا اندیشه در ذهن من باقی بماند. تنها میدانستم که میتوانم چنین کار را بکنم. میدانستم که میتوانم به سرعت این کار را انجام بدهم. گاه داشتن اطلاعات کمتر بهتر است. دکتر جانسون توانست خودش را از شر این بیماری نجات دهد. از این رو بهبودی بیماری من در مقایسه با آنچه او کرده بود بسیار ناچیز و به اهمیت است. من انتظار داشتم که بیماریم در دوام 1 شب بیشتر شود. از این رو 3 شبانه روز را معجزه حساب نمی کردم. به خاطر داشته باشید که زمان و اندازه در عالم هستی وجودی خارجی ندارد. می توانید یک گرمیچه روی را بیماری حساب کنید و از شر آن شفا یابید. بنابراین اگر با بیماری پیچیده روبرو هستید، این بیماری را در ذهن خود گرمیچه خردکک در نظر بگیرید. دست از افکار منفی بکشید و بعد به عالی و به کم و کاست بودن سلامتیتان فکر کنید. درمانپذیر وجودی خارجی ندارد. دکتر جان دماراتین: من همیشه درمانپذیر را درمانپذیر از درون تعریف کرده ام. من باور دارم چیزی که درمان ناپذیر باشد وجودی خارجی ندارد. هر بیماری درمان ناپذیری که بگوید بارها درمان شده است، در ذهن من و در دنیایی که من آفریده ام درمان ناپذیر به معناست. در این دنیا برای شما جای فراوان وجود دارد. بنابراین بیایید و به من بپیوندید. دنیای من مکان است که در آن همه روز معجزه‌های گوناگون روی می‌دهد. دنیای سرشار از دارایی و فراوانی است. دنیایی است که همه چیزهای خوب در آن در همین لحظه وجود دارد. مانند بهشت به نظر می‌رسد. نه. مایکل برنارد بکبیت: می‌تواند زندگیتان را تغییر دهد و به درمان برسد. موریس گودمن، نویسنده و سخنران بین المللی: ماجرای من 10 مارس سال 1981 شروع شد. این روزی بود که زندگی مرا دگرگون ساخت. روزی است که هرگز فراموشش نمی کنم. هواپیمایم سقوط کرد و من به طور فلجی کامل در بیمارستان بستری شدم. ستون مهره هم شلح شده بود. 2 قبرقم شکسته بود و توانی بویدن را از دست داده بودم. نمی توانستم بخورم و نمی توانستم بنوشم. دیافراگمم هم نابود شده بود. نمی توانستم نفس بکشم. تنها می توانستم پلک بزنم. پزشکا به این باور بودند که در باقی مانده عمرم باید مانند گیاه زندگی کنم.
یگانه کاری که می توانستم بکنم پلک زدن بود. این تصویری بود که آنها از من می دیدن. اما مهم نبود که آنها چه فکر می کردن. مهم این بود که من چه فکر در سر داشتم. خودم را می دیدم که دوباره به موجود عالی تبدیل شدم. خودم را می دیدم که بیمارستان را ترک می کنم. تنها چیزی که در بیمارستان باید روی آن کار می کردم ذهنم بود. وقتی ذهنتان کار می کند می تواند دوباره همه چیز را به مجرای اولش برگرداند. با کمک دستگاه نفس می کشیدم. با من گفته بودند به این دلیل که دیافراگم خود را از دست دادم دیگر نمی توانم نفس کشم. اما ندای ضعیفه به من می گفت نفس‌های چخور بکش، نفس‌های چخور بکش و سرانجام به نتیجه دلخواه رسیدم. نمی توانستم اجازه بدهم که چیز مرا از هدفی که دنبال می کردم باز دارد. هدفم این بود که تا عید کریسمس یعنی 25 دکبر بیمارستان را ترک کنم و این کار را هم می کردم. با پای خودم از بیمارستان بیرون رفتم. می گفتن امکان چنین کاری وجود ندارد. این روز است که هرگز فراموشش نخواهم کرد. اگر بخواهم با کسانی که به مشکل و رنج روبرو هستند حرف بزنم باید بگویم انسان به هر چی فکر کند همان می شود. موریس گودمن را همچون مرد معجزه می شناسند. سرگذشت او برای فیلم راز انتخاب شد. زیرا قدرت نامحدود ذهن انسان را نشان می دهد. موریس می دانست از چنان نیروی برخوردار است که می تواند به هر آنچه فکر کند آن را به وجود آورد. همه چیز امکان پذیر است. حکایت موریس گودمن به هزاران نفر کمک کرده است که راه رسیدن به سلامتی را با اندیشیدن و احساس کردن هموار کنند. از زمانی که فیلم راز به اکران برآمد، ماجرای معجزه‌ای درمان آدمان گوناگون را شنیدیم. این اشخاص بعد از تلاش فیلم راز توانستند بر بیماری خود غلبه کنند. وقتی باور داشته باشید همه چیز امکان پذیر است. در زمینی سلامتی مایلم جمله‌های پرمعنای دکتر بن جانسون را با شما در میان بگذارم. ما وارد عصر پزشکی انرژی شده ایستاده‌ایم. تمام چیزها در عالم هستی به بسامد خودشان را دارند. تنها کاری که باید بکنه تغییر دادن بسامد هاست تا بسامدی برابر ایجاد کنید. این گونه و به همین سادگی می توانید همه چیزی زندگی خود را تغییر دهید. این موضوع بسیار مهم است که تا کنون با آن برخورد کرده ایم. خلاصه راز تأثیر دارونامه ها مثال عالی دریافت جذب در عمل است. وقتی بیمار واقعاً بپذیرد که کورس تأثیری درمانی دارد، آنچه را به آن ایمان دارد دریافت می کند و درمان می یابد. توجه کردن به سلامتی کامل کاری است که همه ما می توانیم انجام دهیم. مهم نیست بیرون از ما چی می گذرد. خنده شادی و خرسندی را جذب می کند، منفی ها را از درون ما بیرون می ریزد و درمان معجزه‌گونه را فراهم می آورد. بیماری تحت تاثیر اندیشه در بدن باقی می ماند. با توجهی که به بیماری می کنیم آن را در خود نگه می داریم. اگر احساس کنید که کمی حالتان خوب نیست درباره‌اش فکر نکنید و از آن سخن نگویید. وقتی به دیگران که درباره بیماریشان حرف میزنند گوش میدهید و بیماری آنها انرژی میدهید، به جای آن درباره چیزهای خوب حرف بزنید آنها را در وضعیت سلامت ببینید. باورهای مربوط به سالخوردگی موضوع کاملا ذهنی است. بنابراین این افکار را از هوشیاری خود دور بریزید. به سلامتی و جوانی جاودانه فکر کنید. به پیام‌های جامعه درباره بیماری‌ها و پیر شدن گوش ندهید. پیام‌های منفی به شما کمک نمی‌کنند.